الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل قيل: يا رسول الله، إنك حين صعد المنبر قلت آمين آمين آمين. الحديث، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، کسانی که روز در صیام هستید و شب در قیام، خدمت همه شما سروران و عزیزان و بزرگان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان ماه جبران از گذشته هاست، ماه پر کردن خلاها، ماه کامل نمودن نقایص، ماهی که میخواهد تو را به اوج سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت برسانه. پس بناءً در این ماه مبارک رمضان باید یک انسان مؤمن متوجه این باشه که در گذشته اگر خلل در عبادات پیش آمده، نقصی در عبادات پیش آمده یا ترک از عبادات صورت گرفته، رمضان باید جبران بشه. در رمضان باید آن خلا پر بشه و آن نقایص کامل بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سیدنا ابو هریره روایت میکنه، بلند شدن روی منبر. وقتی در منبر در زینه اول، دوم، سوم قرار گرفتن، وقتی که بالا می شدن طرف منبر و بالای منبر فرمودند: آمین آمین آمین. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان شد: یا رسول الله، شما وقتی منبر بالا شدید 3 مرتبه آمین گفتید، این آمین گفتن شما به خاطر چی بود؟ اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم تشنه علم بودن، تشنه این بودن که موضوعی را بفهمن و بدانن و به اون موضوع عمل کنن تا خوشبخت دنیا و آخرت بشن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن: وقتی که من بالای منبر بالا می شدم، جبرائیل علیه السلام آمد. جبرائیل آمد گفت: یا محمد صلی الله علیه و سلم، من دعا می کنم و شما آمین بگویید. جبرائیل دعا کرد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمین می گفتن. لحظه فکر بکن ای مسلمان، کی دعا میکنه و چی کسی آمین میگه. امروز ما اگر کسی برای ما دعای خیری داشته باشه چقدر خوشحال میشیم. اگر کسی برای ما دعای شر داشته باشه، دعای بد داشته باشه، چقدر ناراحت میشیم. اما باید بدانیم که
دعایی که جبرائیل داشته باشه و آمینی که رحمت للعالمین داشته باشه، یقین بدانید که این دعا رد شدنی نیست و پیشگاه الله سبحانه و تعالی این دعا اجابت میشه و قبول میشه. این دعا چی بود؟ خیلی مهمه. جبرائیل دعا کرد، جبرائیل امین دعا میکنه، محمد امین صلی الله علیه و سلم آمین میگن. جبرائیل علیه السلام گفت هلاک باد آن انسانی، جهنمی باد آن انسانی، یعنی جایش آتش جهنم باد، آن انسانی که ماه مبارک رمضان را در میابه، یعنی رمضان میایه و او وارد ماه مبارک رمضان میشه و رمضان تمام میشه، این شخص مورد عفو و پروردگار قرار نمیگیره، خاطری که همه فرصت ها برایش مهیاست، همه دروازه ها، همه اسباب فوز و فلاح و رستگاری برایش مهیا شده. اگر این شخص در ماه مبارک رمضان مورد رحمت پروردگار، مورد عفو پروردگار قرار نمیگیره، هلاک بود، هلاک شده، جز هلاک شدگان هست. رسول الله فرمودن آمین. و دعای دیگر جبرائیل دعا میکنه هلاک باد آن انسانی یا جهنمی باد آن انسانی که پدر و مادرش را در کهولت سن در میابه و خود را به وسیله خدمت پدر و مادر وارد جنت نمیگردانه. چون خدمت پدر را داشتی، خدمت مادر را داشتی، اینها وسیله از وسایل دخول جنت هستند. اینها وسایلی هستند که خدمت به والدین تو را میبره طرف جنت، طرف بهشت. اگر شخص پدر و مادر خود را در کهولت سن، در حال مریضی، در حال ضعف ببینه و خدمت نکنه و خود را به وسیله خدمت پدر و مادر وارد جنت نگردانه، در حقیقت این هلاک شده و ناکام شده. و جبرائیل گفت هلاک باد. رسول الله فرمودن آمین. سوم فرمود هلاک باد آن انسانی که، نابود باد آن انسانی که نام تو را ای محمد صلی الله علیه و سلم بشنوه و درود نفرسته. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن آمین. پس بحث ما اینه که ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای جبران هست، نه این که شخص در ماه مبارک رمضان از فضائل رمضان استفاده میکنه، از نعمتهای رمضان استفاده میکنه، از برکات رمضان استفاده میکنه، بلکه باید گذشته را هم جبران بکنه. خیلی فرصت مهیاست. الله سبحانه و تعالی دروازه های جنت را باز گذاشته، فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب الجحیم، دروازه های جهنم مسدود هست. و سلسله الشیاطین، شیاطین به زنجیر کشیده شده. مسیر فوز و فلاح و رستگاری باز هست، راههای شر و بدی و جهنم همه بسته هست. دشمنی که تو را میکشانه به طرف گناه و معصیت هم به زنجیر کشیده شده. حالا دیگه چی دلیل داری که گذشته را جبران نکنید؟ دیروز قبل از رمضان بهانه تو این بود که خب شیطان نمیمانه، بهانه تو این بود خب مسیر جهنم، دروازه های جهنم بازه دیگه، هر کس باید بره طرف جهنم. اما امروز هیچ دلیلی ندارید
دروازه های جنت باز، فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب الجحیم و صفت الشیاطین او و سلسله الشیاطین. شیاطین هم به زنجیر کشیده شده. پس خواهر مسلمان، برادر مسلمان، اگر دیروز قبل از رمضان عبادت آنچنانی نداشتی، ولی الان فصل عبادت هست، موسوم عبادت هست، ماه نزول قرآن هست، باید از این فرصت استفاده بشه. دیروز نماز درست نخواندی، امروز بخوان. قبل از رمضان تلاوت درست نداشتی، امروز تلاوت. فرصت های خوبی. هر مسجدی در ماه مبارک رمضان در هر محل و منطقه حتما درسی از دروس اسلامی هست. در هر مسجدی در شبهای رمضان تراویح هست. خیلی از رسانه هایی که حتی قبل از رمضان هیچ مسائل اسلامی را مطرح نمی کردن، در رمضان باز هم مسائل اسلامی دارن. فرصت برای توست. رسانه اسلامی، مسجد، حلقات درس، علما، مشایخ، دعوت و ارشاد، همه اینها دروازه های خیر باز هست، مفتوح هست. اما اگر این که تو باز هم جبران نمی کنید، این دیگه تقصیر از خود تو هست. هر شب منادی ندا میکنه. چی میگه؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. این ندا برای تو کسی هست که میخواهید گذشته را جبران کنید، میخواهید به سوی الله رجوع کنید، میخواهید دروازه الله سبحانه و تعالی را در بزنید. الله همه فرصت ها را فراهم کرده. از جمله فرصت ها که برای تو مهیا شده روزه هست. از جمله فرصت ها قیام اللیل هست. از جمله فرصت ها دعای افطار هست، وقت افطار. از جمله فرصت ها وقت سحر هست. از جمله فرصت ها نماز تراویح و قیام اللیل و اینهاست. پس رمضان ماه جبران هست. الله سبحانه و تعالی شب گذاشته که بهتر از 1000 ماه. اگر این شب را دریافتی، اگر این شب را درک کردی، میدانی که گذشته جبران میشه؟ میدانی اون غفلت هایی که صورت گرفته جبران میشه؟ اگر تعاملی که، عبادتی که در غیر ماه رمضان داشتی، همون تعامل، همون تساهل، همون غفلت، همون بالاخره بی‌توجهی در ماه مبارک رمضان هم داشتی، نمیتوانید جبران گذشته را داشته باشید. همین که گفته شده گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ الله سبحانه و تعالی دروازه های خیر را باز کرده، دروازه های شر را بسته کرده. الله سبحانه و تعالی شب بهتر از 1000 ماه گذاشته. الله سبحانه و تعالی وقت سحر، وقت افطار، الله سبحانه و تعالی همه نعمت ها را در این ماه برای تو فراهم کرده. اگر جبران نمی کنید گذشته را، این تقصیر از خودتو هست.
اگر فردا برایت گفته شد چرا عبادت آنچنانی نداری؟ چرا توجه به عبادت نکردی؟ و چرا از این زندگی دنیا به خاطر آبادی آخرت خود استفاده نکردید؟ چی دلیل دارید؟ پس ماه مبارک رمضان ماهیه که باید گذشته را جبران کرد. شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری در قسمت سحر تعبیر بسیار جالبی دارن. میفرمایند که الله سبحانه و تعالی وقت سحر قرار داده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صادق المصدوق که میفرمایند در سحر برکت هست، شما سحری کنید. تعبیر عارفانه خواجه انصار اینه که آن نانی که در وقت سحر تهیه میشه و دسترخوانی که پهن میشه، میدانید وقتی صیاد بخواهد مطلوب خود را صید بکنه در دام چیزی میگذارد. سفره سحر دام رحمت پروردگار عالم است. میخواهد پروردگار عالم تو را به رحمت خود صید کنه، شکار کنه. به تعبیر یکی از شعرا که میگه وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید. برو هر کجا میخواهی برو، هر جا رفتی، هر طرف گشتی، هر دروازه را زدی، هر طرفی که دلتو خواست رفتی. وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید. تا کجا خواهد رمید؟ تا کجا میری؟ آخر شکار رحمت است. در رمضان شکار رحمت پروردگار میشی. رمضان فاسق را عابد میسازه. رمضان فاجر را زاهد میسازه. رمضان بی تقوا را متقی میسازه. رمضان جهنمی را بهشتی میسازه. پس رمضان ماه جبران هست. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه در ماه مبارک رمضان از صیامش، از قیامش، از افطارش، از سحرش، از تراویح، از دعایش، از تلاوتش، از ساعت و ثانیه رمضان درست و صحیح استفاده کنیم تا گذشته ما جبران بشه. بار الها پروردگارا بر ما توفیق بده تا اینکه در این رمضان چنان عبادت تو را انجام بدیم که تو راضی بشی. یکی از راههای جبران چیست؟ توبه هست که انشاءالله به برنامه بعد بیان خواهد شد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.